سلام، من هانیه فراست هستم، کارشناس پرفورمنس مارکتینگ تبسل. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که چطوری میتونیم با استفاده از پرامپت‌های دقیق و مشخص از هوش مصنوعی بهترین نتیجه رو بگیریم. فرض کنید که میخواید یک تبلیغ دیجیتال انجام بدین یا اینکه یک کمپین بسازید. اگر پرامپتی که به هوش مصنوعی میدید خیلی ناواضح، کلی و مبهم باشه، احتمال اینکه نتایج بی ربط و ضعیف بهتون بده خیلی زیاده. اما اگر پرامپتی که به هوش مصنوعی میدید بر اساس دیتاهای تمیز، مرتب و دقیق باشه، خروجی که به شما میده خیلی بهتر خواهد بود. در انتهای این بلاگ یک فایلی از بهترین پرامپت‌ها برای هوش مصنوعی رو آوردم که به شما کمک میکنه توی تسک‌های دیجیتال روزانه‌تون ازش استفاده کنید. پس یادتون نره اون فایل رو حتما دانلود و ذخیره کنید. حالا میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم که جمینای توی داکیومنت های خودش چی گفته. جمینای اومده از 4 تا روش برای یک پرامپت نویسی موفق یاد کرده که حالا میخوایم با هم مرور کنیم. اولیش پرسونا هستش. منظور از پرسونا اینه که شما به هوش مصنوعی یا هر مدلی که دارید باهاش کار میکنید توضیح بدید که دقیقاً چه رولی رو براتون بازی کنه. میخواید که یک کمپین منیجر باشه، ازش میخواید که یک کارشناس تولید محتوا باشه، یک متخصص گوگل ادز باشه. گفتن این باعث میشه که هوش مصنوعی بدونه که از کدوم تخصصش باید استفاده کنه که خروجی بهتری به شما بده. دومین روش مناسب برای نوشتن یک پرامپت خوب این هستش که دقیقاً بهش کاری که باید انجام بده رو توضیح بدید. یعنی که تسکی رو بهش بدین و اون بدونه که دقیقاً باید چی کار کنه. مثلا ازش بخواید که یک ایمیل برای شما بنویسه، یک گزارش از آخرین کمپینی که ران کردید براتون تهیه کنه، یا اینکه برای اینستاگرام، لینکدین کپشن بنویسه، و یا اینکه ازش میخواید یک کال تو اکشن مناسب با اون تبلیغی که میخواید داشته باشید بنویسه. حالا این کال تو اکشن میتونه باز هم با لحنی که باهاش صحبت میکنید باشه. سومین روشی که جمینای ازش یاد کرده کانتکست پروژه هستش. مثلا اینکه حتما بهش توضیح بدین که توی فضای SEO شما میخواید که یک کیورد ریسرچ مناسب براتون انجام بده، یا توی فضای کمپین ازش میخواید که یک تحقیقی انجام بده که تارگت آدینس بهتری داشته باشید. اینکه این فضای فکری رو برای هوش مصنوعی ترسیم کنید باز هم کمک میکنه که شما خروجی‌های دقیق‌تری ازش داشته باشید. چهارمی و آخرین قسمتی که میشه ازش به عنوان یک روش خوب برای پرامپت نویسی یاد کرد فرمت یا قالب هستش. حتما توی پرامپتتون این رو به هوش مصنوعی ذکر کنید که میخواید لحنش چه شکلی باشه. اینکه رسمی بنویسه، جدی بنویسه، دوستانه باشه، فان باشه، یا اینکه توی فضای آموزشی براتون تولید محتوا کنه، و یا اینکه اصلا توی چه فرمتی ازش خروجی میخواید که ایمیل باشه، گوگل داک باشه، یک بلاگ پست باشه، یا هر فرمتی که مد نظرتونه. با ما توی کالج تبسل همراه باشید تا با همدیگه اصول هوش مصنوعی در دیجیتال مارکتینگ رو یاد بگیریم و استفاده کنیم.